ایمورتال فرزاد واسقی در آرزوی مرگ. خدا داستان زندگیمو برگرد، آخه چرا شدم مثل یه روز سرگرد؟ دلم تنگ شده واسه شب تاریک غم، میخوام منم تجربه کنم سیاحت غم. خدا بفرست بیاد اجل و سمتم، بگو خونوادم رفت سیاه کنندم. تو زندگیم نتابید نور سال، برم به خواب ابد در آغوش خاک. این آخرین باریه که من دستاتو میگیرم، بذار تو لحظه های مرگ کنار تو بمیرم. چه لحظه های تلخیه باید که پر بگیرم توی دستای تو، آروم آروم بمیرم. فریاد و فریاد خدا حافظ ای دنیا، کاری دیگه با تو ندارم، با تو دنیای بی وفا. دنیا دنیای باور خدا مثل یه داوره، هرچی این رو نفهمیده مطمئن باش که کافره. میرم به دیدار پدر، میرم بهش پیش شزن، میگن کامیم پدرم، بازم صدا کن پسرم. تنهایی و دور از پدر واسم شده یه درد سر. آره بگیر منو ببر به دیدار پدر. این کسی نیست، این تقدیر منه، این که من نباشم شاید قسمت منه. بگی دوستانم بکنن منو حلال، سر قبرم بخونی فاتحه برام. بگی کامی همیشه یه آرزو داشت که با یه حادثه بره به دیدار باباش. رسیدم من مردم رفتم بابامو دیدم، خدا ممنونم قلب من باز فرو میکنه. درد و غمی نیست که بخوام مرور بکنه، رویای بچگی ها من به حقیقت پیوست. بابام اینجا کنارمه انگار که زنده، شب و روزم با پدرم میشه سپری. تازه فهمیدم طعم شیرین پسری. این آخرین باریه که من دستاتو میگیرم، بذار تو لحظه های مرگ کنار تو بمیرم. چه لحظه های تلخیه باید که